لقد أضيع قدرها حتى توارى بالحجاب بدرها تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان. وأنا اللي أقرأ، لا هذا شيخ الفقهاء والمجتهدين المحقق الأصبهاني هو اللي يقرأ لكم اليوم. وما أصابها من المصاب مفتاح بابها حديث. اگر بری کنار قبر امام هشتم مادر او زهراست، اگر بری کنار قبر سید الشهدا مادر او زهراست، اگر بری در قبر بقی مادر اون 4 امام زهراست، اگر دنبال امام زمان بگردی مادر اون صدیقه کبراست. همه همتتون را در خدمت به فاطمیت صرف کنید، فردای قیامت خواهید فهمید. پیغمبر فرمود به دخترش الویل کل الویل، ویل کل ویل برای کسی است که به تو ظلم کرده. این یک کلمه. کلمه دوم اینه والفوز العظیم لمن نصرک. فوز عظیم برای کسیه که تو رو یاری کنه. اون پرچم‌هایی که روز شهادت حضرت زهرا بلند میشه، همه اینها علمیه که به اسم نصرت او افراشته میشه و شما دارید به اون پرچم میگید ای دختر رسول خدا، ای بضعه خاتم انبیا، ای مادر سید الشهدا، اگر جنازه تو دل شب دفن شد ما نبودیم خدمت کنیم. این خدمت ماست امروز. فردا که بود وعده جنات نعیم تسلیم کنم هرچه غلامی دارم. مرتضوی ذات و فاطمی سرشتی، جملگی گدایان خاتون بهشتی، جملگی گدایان خاتون بهشتی. بر جبهه ما نقش است این مهر وفاداری، ایرق عزاداری. ما مرتضوی ذات و فاطمی سرشتی، جملگی گدایان خاتون بهشتی، جملگی گدایان خاتون بهشتی.